آنگونه که خبر دارد حکومت روسیه به مهاجران غیرقانونی تاجیکستان امکان داده است در مدت یک ماه یعنی تا 24 اپریل سندهایشان را قانونی کنند. به گفته مقامات اگر شخصانی که مثلا در حدود روسیه مهلت استقامتشان گذشته باشد می توانند در مدت یک ماه به شعبه های مقامات مهاجرت در روسیه بروند و مراجعت کنند و به آنها برای قانونی کردن اقامت کارت مهاجرتی نو داده می شود. اگرچه مقامات تاجیکستان از این اقدام روسیه استقبال کردند ولی از سال بعضی از شکایت ها می رسند که مهاجران ضمن مراجعت به مقامات مهاجرتی روسیه به مشکل گرفتار می شوند و در این باره صحبت داریم با کریم جان یاروف رئیس سازمان اتموس و حامی حقوق مهاجران در مسکو. کریم جان به برنامه ما خوش آمدید. خب شما در این مدت کوتاهی که البته گذشت چی مشاهده کردید؟ مهاجران مراجعت میکنند برای قانونی کردن سندهایشان؟ بله، قسم زیادی مهاجران با هر واسطه با من بر تماس میشوند و یک قسمشون گفتن که الکی کارت های نو گرفتن یا که حدود همون حقی بود باش خود را دراز کردن مهلتشون رو و برای گرفتن پتن الکی تیار هستند. ولی قسمی هم هست که اونها گفته ایستادن که با اونجا مراجعت کردن، بعضی اونها رو الکی جریمه بستن و اینچنین حتی هم الکی من امروز حکم یک اخراج شدن شهروند تاجیکستان رو بعد خود همین امنیستیا الکی به دست من رسید که موافق حکم دادگاه روسیه اخراج کرده شده است. مقامات روسیه از این دستور آگاهی ندارند یا که اجرا نمی شود؟ گفتنی هستم که از این دستور الکی اونها همه میدونند، چون که این دستور الکی پیش از حکم قانون گرفتن الکی به اون شعبه ها فرستاده شده بود، ولی متاسفانه پلیس روسیه با رای خود کار میکند. خیلی که ما میدونیم الکی دیروز زیاده از 100 نفر شهروندان تاجیکستان به شعبه پلیس برده شده بودند و از اون جمله چند نفر اونها به شعبه خدمات مهاجرت هم روان کرده شد. در کجا بود این حادثه کریم جان؟ این حادثه در ولایت مسکو در شهر کراسنogorsk. بقیهش را جواب دادن یا هنوز سرنوشتشون معلوم نیست که ماندن نماندن؟ چی شده است؟ قسم زیادی از اونها خیلی با من در تماس شدن، از اونجا گریختن. این دستور چند پیش صادر شد، حتی یک هفته هم نشده است. فکر میکنید این مرحله اول است و چون این مشکلی ها حتما پیش می آیند یا فکر میکنید باز هم دوام میکند یا بهتر می شود وضع؟ گفتنی هستم که شاید بعد از اون که من با خدمات مهاجرت تاجیکستان در مسکو در تماس شدم و با آنها این همه مسئله ها این پرابلم ها رو فهمیدم، آنها با تماس میشوند با همکاران خود، همکاران روسی خود و شاید یگان تغییرات پیش آید. و گفتنی هستم که با آن که امنیستیا گفتن اول اینکه این کلمه نسبت مهاجران تاجیک تماما درست نمیگیرد، چون که آنها یگان جنایی یگان وای صادر نکردن. از این جهت این کلمه هم نادرست است. از دیگر جهت اینکه آن قسم زیادی مهاجرانی که در خط سیاه هستند آنها با این قانون‌هایی که روسیه امنیستیا کرد با این نمی‌غلطند و با باوری کامل گفته می‌توانم که قسمایی که روسیه گفته است پیشنهاد کرده است نه زیادتر از 18-20 هزار شهروند تاجیکستان رو شاید در بر گیرد، نه زیاد از این. یعنی منظور شما کریم جان، منظور شما اونهایی هست که اخراج شدند و حق بازگشت ندارند؟ بله، خود یک ببینید که بسیار شهروندان تاجیکستان به خاطر آنکه یک روز همون حقی بود باش خود رو دراز کردن نتوانستن، یک روز گذراندن یا که یک روز همون حقی پرداخت پتنت اجازتنامه کاری را گذراندن، آنها با حکم دادگاه اخراج شدن به 5 سال. و فکر میکنید مشکل اصلی در روند اجرای همین دستور چی هست؟ ناآگاهی مهاجران از این قرار یا خود مثلا رفتار مقامات روسیه که آن را درست اجرا نمیکنن، بر طبق این دستورالعملی که به آنها فرستاده شده است رفتار نمیکنن؟ شهروندان تاجیکستان الکی قریب همه تاجیکستان از این کار خبر دارد. اصلا در خود همین کارمندان همون سابق کارمندان خدمات مهاجرت و پلیس خود روسیه هست مسئله اساسی. به هر حال قسم زیاد میترسن که به اون شعبه ها روند، چون که باوری ندارن که در حقیقت آنها رو عفو کردن. تشکر. کریم جان یاروف، حامی حقوق مهاجران از روسیه با ما صحبت میکرد. تشکر کریم جان. سلامت باشید.